بعد من نروم وزیر شاه که انیق میگفته مرا مقصد که او مرا با تکلیف کنه مقصد بند بیو خود پیشمون اکنون اصلا مثلا پولی که طرفی دیگر میبیارد پولش مثلا حرام یا حلال است آمده از شما نام فروخت شدید و آمده از شما یا آدم نام میخرد مثلا یهود الله تعالی لعنت کرد در قرآن و گفت که آنها ریباخور هستند. یکی از صفاتهای یهود ریباخور الله تعالی و باکلهم الربا الله تعالی آنها را لعنت کرد به سبب آنکه آنها ریباخور هستند. یکی از سببهاش و قولهم علی مریم بهتانا عظیما و یکی از سببهای لعنت شدنشون در حق مریم پاک سخنی بد گفتن. مریم زیناکار گفتن نعوذ بالله. مریم پاک از گناه. یکی از 7 گناه‌های کبیره یک زنی مسلمانی پاک دامن تهمتی به زنا کردن است. به سبب همین گناه ها لعنت شد گفت یهودا را. از جمله همین گناه ها ریبا خوردن آنها. لیکن با وجود همین پیامبر صلی الله علیه و سلم رفته با یهودا تجارت کردن از آنها قرض گرفتن. یعنی شما یک چی فروخته شده یک یهودی ریباخور آمده از شما چیز خرید اجازه از فروختنتان. فقط اگر دانید که چیزی شما رو به گناه استفاده می برده باشد در این حالت حرام است. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از فروختن انگور به شخصی که از وی خمر آماده میکند عرق آماده میکند منع کرده. گفتن که انگور رو نفروش برای این آدم. اگر دانید که از انگوری شما عرق آماده میکنید شد نمیفروشید. مثلا سپیرت زواد آمد یا عرق زواد آمد. اصلا سپیرت خودش حرام نیست. سپیرت به کارهای حلال استفاده میبرند. لیکن مخصوص برای عرق استفاده میبرده باشد باید کمک نکنید. یعنی که آمده از شما خانه خرد با پول ریبا یک شخص ریبا خور فروختنتون اصلا اجازت است. در همین قدر کفایتی میکنیم. الله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.